با خودت تا حال اندیشیده ای، یا که از خود تا کنون پرسیده ای کین سیه روزی چرا اقبال توست؟ ادعا داری ولی این حال توست. ادعا داری که در عهد قدیم بوده ایران تو در سطحی عظیم. ادعا داری که تاریخی کهن گفته از ایران تو صدها سخن. پس چرا امروز تو این گونه است؟ حال و احوالت چرا وارونه است؟ در پس این ادعایت چیستی؟ از خودت پرسیده ای هان کیستی؟ حال امروزت که گوید برده ای، بی همه چیزی که پشت پرده ای. گر به تاریخت بنازی هم همان، رعیت اربابی و پادشهان. چون یکی شاه بوده اندر تاج و تخت، ما بقی رعیت بودند و تیره بخت. حکم کرده است و بخورده است و بخفته است، مردم رعیت به شاهش شکر گفته است. تا که پایان میرسید دوران شاه، شاه دیگر میگرفتش جایگاه. مردم اما همچنان یک وضعیت، رعیت ابن رعیت ابن رعیت. راستی این واقعا تاریخ توست؟ تو خودت آن را نوشتی از نخست؟ یا زمانی قصه گویان یهود قصه گفتند، یکی بود یکی نبود. زیر این گنبد دوار کبود، پادشاهی روی تخت نشسته بود. گفتند افسانه ها از قوم ماد، اولین پادشاهی بنیان نهاد. بعد ناگه یک جوانی جانفشان، شد علیه مادها گردن کشان. از رشادت های کورش گفتند، چون به بابل برد یورش گفتند. از سپاه و لشکری پر طمطراق، می گشوده کشورش با اشتیاق. از برایش گفتند افسانه ها، بر سر سنگ کفتند نشانه ها. وان نشانه های سنگی را همه، خود نمودند از برایت ترجمه. گفتند زینسان ز شاهانی دگر، سلسله وار وصف دورانی دگر. وصف شاهان بد و شاه نجیب، قصه هایی بس عجیب اندر عجیب. عاشق ایران و تاریخش شدی، غافل از کنه مفاهیمش شدی. هم فکندند در سرت وهم و خیال، هم رعیت در وجودت شد خصال. کین سخن شد از برایت یک نماد، چو ایران نباشد تن من مباد. حالی از آن سو بودی در تاب و تب، گفته اند ناگه ز اشرار عرب. چنین بود و چنان بود و چه ها کرد، چه آشوبی به ایرانت بپا کرد. هم تجاوز کرده و کشتار کرده، هم 200 سالی تو را افسار کرده. قبقبت را بادی ار پر کرده بود، سوزن تازی به کل خالی نمود. واقعا این قصه باور کرده ای؟ عقل خود یک لحظه داور کرده ای؟ به کدامین شهر تو حمله نمود؟ مرکز جمعیتت آنجا چه بود؟ با چه تعدادی عرب آمد نبرد، کان تمام تپه ها را در نورد؟ گوسفند بودی اگر در آن زمان، هم نمی شد کشت و کرد سیلی روان. در کدامین مسجدش کردی نماز، تا به زورت ببرن یا که به ناز؟ آن جماعت در ده و در کوره راه،
از کجا دانستند این قبلگاه؟ راستی این بوده است قاموس تو، در نمازت برده اند ناموس تو. واقعا اعراب و چنگیز مغل، کرده با ناموس تو یک قل دغل. واقعا اینها نباشد بر تو ننگ، با خودت اندیشه کردی ای دبنگ. گر به این تاریخ جعل اصرار داری، پس بدان مفتضحات اقرار داری. یا اگر این قصه ها مقبول توست، این نشان از ریشه مفعول توست. پس به خود آی و کمی اندیشه کن، کندوکاوی در بن و در ریشه کن. کس چه رو کرده است او اوصاف تو، وین زمان را صرف در اوقاف تو. یا چه سودی برده است این حیله‌گر، این نظام انقیاد و سلطه‌گر. کل تاریخ تو جعل است این بدان، فهم آن ساده و سهل است این بدان. قصه هایی را که آنان گفته اند، سوء قصدی را در آن بنهفته اند. گر که یک مورد در آن باشد درست، وسعت جغرافیای خاک توست. سرزمینی واقعا پهن و وسیع، مردمی بیباک و آزاد و رفیع. یک قلمرو مملو از شیر دلیر، از زن و مرد و جوان و خرد و پیر. کس نبودش جرأت این اندیشه را، که نگاهی چپ کند این بیشه را. تا که 300 سال پیش این سلطه‌گر، از ره دریا به دنیا کرد نظر. به چه زیبا سرزمینی را شناخت، بهر تسخیرش شتابان گشت و تاخت. غافل اما بود کین یک سرزمین، مردمانش یاغی اند و آهنین. مردمانی بی مثال اندر جهان، کردیت بودش خصال اندر نهان. مردمانی بس مخیر با تبار، سرزمینت بوده نامش کردوار. گر بدانی واقعا پیشینت، سنگ ایران نزنی بر سینت. تا عراق و شام و ترک اندر جوار، بوده ملکت سرزمین کردوار. زندگانی در جهان اختیار، انقیاد هرگز نبودش اعتبار. در شگفت آمد چو این کردان بدید، در مسافت چیرگی بودش بعید. وای از این کردان چه دارند هیبتی، در تقابل او ندارد قدرتی. زین سبب اندیشه کرد روباه پیر، با چه ترفندی ظفر یابد به شیر. کو بسی جویید و راه چاره یافت، با 3 ترفند تار و پودت را شکافت. یک رواج دین و سرسازی نمود، تا به آیین تو دستیازی نمود. خانقاه و تکیه و مردان رند، فرقه ها و مکتب و عرفان ز هند. حک نمودند جمله بارگاهان کرد، جمله بارگاهان دانایان کرد. دومین ترفند این روباه پیر، شهرسازی ها بودش اندر مسیر. شهرسازی کرده اندر کردوار، کوچ دادند مردمانی بیتبار. بیتبارانی ز هند و از یهود، تا به امروزش اثر دارد نمود. 3 آوردن کالاها به شهر، اعتیاد آورترین کالای دهر.
چای و تنباکو و تریاک و شکر، قهوه انبوه و کالای دگر. این سه عامل بر سرت تأثیر کرد، کشورت را این چنین تسخیر کرد. حک نمودن سیستماتیک خاک تو، ساز و آهنگش بشد پژواک تو. رفته رفته قدرتت را کم نمود، هم فراموشت شد آن چیزی که بود. کشورت را تکه بر چارش نمود، یک به یک را جز اقمارش نمود. بر سر هر تکهش نامی نهاد، قصه های جعل و فرجامی نهاد. قوم سازی ها نمود در کردوار، چسب اتنیکی بزد بر هر تبار. این چنین کردان شدند از هم جدا، کرد اتنیکی فقط ماندست به جا. تو بلوچ یا گیلکی اندر مثال، تو همان کردان بودی اندر خصال. کردیت را خصلتی چون در تو بود، به زبان و جامه تقلیلش نمود. تا به امروزت رساند این بی پدر، این چنین خوار و خفیف و در به در. تا به امروز ار ندانستی چرا، زین سپس دانی تو شرح ماجرا. گفتم این شرح با زبان ساده ای، تا بفهمی چون ز پا افتاده ای. خیز و اکنون متن آخیز را بخوان، خیز و خود را زین سخافت برهان. خیز و اکنون متن آخیز را بخوان، خیز و خود را زین سخافت برهان.